فتنه ها پدرمان را درآورد. کت خدا چه خاکی تو سرمان بریزیم، از آن سیبیلمان را آنگوزمان میکنن، یعنی دود میدهند. آها فهمیدم، بیاین کوکتل ها را بشوتیم به سمت آبادی مجاور که شرش از سر خودمان کم شود. یالا یالا بشوت. کت خدا چه میکنی؟ دم که نداریم، اما فعلا با کلاهمان گردو همی میشکنیم. از آبادی های مجاور چه خبر؟ کت خدا، آبادی مجاور دارد در آتش می سوزد. همه میگویند کار کت خدای فینیتو می باشندی. کی؟ من؟ به من چه ربطی دارد؟ البته من شست پای کسی که آتش را روشن کرد میبوسم، اما خودم دخالتی نداشتم. کت خدا باید یک کاری بکنیم، وگرنه همه میفهمن کار ما بوده. برو پویش خاموش کردن آتش راه بینداز. پویش همان پروپاکانی است، یعنی از آب دریاچه فینیتو شلنگ بکشیم به آبادی مجاور، آتش را خاموش کنیم. ریس ریس، تو چقدر خنگی. اگر آن آتش خاموش شود ما آتش میگیریم. آن آتش را نباید خاموش کرد. جست آتش خاموش کردن را میگیریم، اما کار خودمان را میکنیم. بچه های فینیتو را جمع کنید، یه نمایشی راه بیندازید، تمام بشود برود پی کارش. آهای بچه های فینیتو، دهکده مجاور دارد در آتش می سوزد، بیایید تا خاموشش کنیم. همگی به سمت دهکده بایستید و هر کدام یک تف بکنید تا با پویش تف آتش دهکده مجاور خاموش همی شود. آی آهای کت خدا، پویش رویش دردی از تو دوا نمی کنه. این آتیش به ریش خودت برمیگرده.